نزدیک به 3 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته دهه برکت جماعت شهرک زرنیسار ناحیه وخش که سالهای زیاد به تعمیر نیاز داشت با ابتکار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران محلی طریق تکنیک‌های اداره دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه با صفت بلند و جوابگو به طلبات راهسازی پورا اسفالت پوش کرده شد. با همین گونه روحیه سازنده ساکنان دهه برکت جماعت شهرک زرنیسار تصمیم گرفتند که راههای ولنگار و تعمیر طلب دهه‌شان را منفرش کرده برای حرکت دلخواه واسطه‌های نقلیات خصوصی و جمعیتی شرایط بهتری را فراهم سازند. آینده البته با مثال بگم با دوام دارم این کاری که مثال میکنن فرزندا کردن با دوام دارم من با از پراپرکوس نیاز دارن که با او را آباد کنن با مثال اونا جمعی خیلی اسفل همین را آباد کرده چی کنن الان نیت‌های نیک خیر دارم. باید گفت که اقدام مذکور در زمینه سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت جهت تامین شرایط ارزنده کار و روزگار پیش گرفته شده در عملی‌گردی آن ساکنان و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند فعالانه شرکت ورزیده و حصه گذاری میکنند. ما تصمیم گرفتیم که انا با دستگیری جوانان و پیران محل آبادانی محله را آغاز نمودیم. بچه‌ان ولنگار بود، بعد مثال مردم رفته و آمدنشون قیم بود. به شبانه مثال به بالنسا یا که دیگان جا میرفتن راهی خوبی نبود که مثال محل استفاده برد. امروز مسئله مردم همین اقدام پیش گرفتن که همین راه را خوبتر و بهتر اسفالت پوش کنیم. با گفته مسئولین انجام چنین کارهای سازندگی در برابر منفرش و هموار گشتن راههای محلی همچنین باعث به هوسمند و روح‌بلند و با هم آمدن ساکنان و سرعت بخشیدن کارهای آبادانی می‌گردد، چون ساکنان یک دهه با دهه دیگر مسابقه نموده در انتها هم راه می‌سازند و هم بناهای مؤسسه و بنگاه‌ها بنیاد کرده شرط و شرایط زیستی خود را بهتر می‌گردانند. گزارش اسکندر دولت طالب سیف از ناحیه وخش برای برنامه اطلاعاتی نوید.